از اون خواندنکای ریمیکست که جور کرده بود یک دنیا خاطره خودم شخصا دارم، دوستا را دیگه خودشان میفهمن. سلامت باشه. از این ریمیکس‌های دیگه چی وقت جور میکنی که ما خب عاشق ریمیکس ها را یاد کردی نه روز خودت امرای انجام دوستا ما رفیق بسیار خوب است. یگان وقتی کالن می باشیم میبینیم باز درباره کارهای هنری هم امرایش یگان مشوره میکنم چون نام خدا بچه فعال است. قربانت. و بر ما گفته که در پلی یگان آنگاهی که میسازی یگان ریمیکس هم و قسمی که ما دیگه برنامه یاد کردیم اولین ریمیکس در افغانستان ما مروج ساختم در برنامه تلویزیونی یک که بود آهنگ که میله بود و شاکو جان بود و گنجشکک بود. باز آیستا آیستا همین آهنگای ریمیکس مروج شد در بین هنرمندای عزیز. باز بعد از ریمیکس کشکی را ساختم، باز کشکی 2 را ساختم دیگه. این حال بخیر نوبت کشکی 3 است. بخیر کشکی 3 چی وقت کش میکنن یه در میدان؟